مجموعه داستان کوتاه پشت و رو، اثر آلبر کامو، مترجم عباس باقری، راوی آرام آزاد. بین آری و نه. اگر به راستی بهشت جایی است که از دست داده ایم، من میدانم این چیز لطیف و غیر انسانی را که امروز در خود دارم چه بنامم. مهاجری به میهنش باز می آید و من ریشخندها و درشتی هایی را که دیگر از میان رفته به یاد دارم و اینکه به میهن بازگشتم. نمیخواهم نشخوار خوشبختی کنم، کاری که بسیار آسانتر و ساده تر از هر کار دیگر است، زیرا از جمله لحظه‌هایی که از ژرفنای فراموشی‌ها به سوی خیش بر می‌کشم، به ویژه خاطره روشن و هیجانی ناب، لحظه‌ای معلق در ابدیت به خوبی برایم محفوظ مانده است. تنها همین است که در من واقعیت دارد و همیشه هم دیر به آن پی میبرم. نرمش حرکتی، موزونی درختی در چشم انداز را دوست دارم. انسان برای بازآفرینی عشق تنها جزء کوچکی مثل بوی اتاقی را که مدتها بسته بوده یا صدای خاص پایی را در جاده‌ای به یاد می آورد. اما همین کافی است. برای من نیز چنین است. اگر چنان دوست می داشتم که خود را به کلی نثار آن دوستی می کردم، سرانجام خیشتن خیش می شدم. زیرا عشق انسانها را به خود می رساند. لحظه ها آهسته و آرام و سنگین، پیوسته نیرومند و پرهیجان فرا می رسند. زیرا که شب است و زمان اندوهبار و در آسمان بی نور هوسی مبهم موج می زند. هر حرکت خود را که به یاد می آورم، خیشتن را کشف می کنم. روزی از کسی شنیدم که زندگی بسیار سخت است. هنوز لحن این گفته را در یاد دارم. بار دیگر کسی زمزمه کرد رنج دادن همچنان بدترین خطاست. هنگامی که همه چیز پایان یافت، آتش زندگی فرو می نشیند. آیا این همان است که خوشبختی می نامند؟ با پیگیری این خاطرات همگی آن جام راز را بر تن می کنیم و مرگ که زمینه اصلی آن است با همان نوای دیرینش رخ می نماید. به خیشتن باز می گردیم، پریشانی خود را احساس می کنیم و بیشتر دوستش داریم. آری، خوشبختی همین است، احساس ترحمی که برای بدبختی داریم. امشب این چنین است. درست در انتهای محله عرب نشین شهر، در قهوه خانه محلی، نه خاطر یک خوشبختی بلکه احساس شگرفی را به یاد می آورم. شب است. روی دیوارها نقش شیرهای زرد قناری رنگ دیده می شود که در لابلای درختان خرمای 5 شاخه شیوخ قبیله‌ای را دنبال می کنند. چراغ گازی در گوشه‌ای از قهوه خانه نوری می پراکند که زیاد و کم می شود. روشنی واقعی را آتش می دهد که در آتشدانی مزین به مینه‌های سبز و زرد افروختند. شعله‌ها وسط قهوه خانه را روشن می کنند و من بازتاب آنها را روی صورتم حس می کنم. روبروی در قهوه خانه به سوی خلیج نشستم. قهوه‌چی که در گوشه چنباتمه زده به ظاهر لیوان خالی من را که برگ نعنایی در آن است نگاه می کند. در قهوه خانه هیچ کس نیست. از پایین صدای شهر می آید. دورترها روشنایی هایی روی خلیج دیده می شوند. صدای نفسهای تند مرد عرب را می شنوم. چشمهایش در تاریک و روشنی می درخشد. آیا صدای دریاست که از دور می آید؟ جهان با نوایی پیوسته به روی من می دمد و برایم بی تفاوتی و آرامش چیزنامیرایی را می آورد. بازتاب نوری سرخ شیرهای روی دیوار را تاب می دهد. هوا رو به خنکی است. صدای سوت یک کشتی از دریا می آید. چرخیدن فانوس‌های دریایی، یکی با نور سبز و یکی با نور سرخ و یکی با نور سفید آغاز می شود. و پیوسته همان بازدم جهان، همان آوای نهانی بی تفاوتی به گوش می رسد. من به میهن خیش بازگشتم و آن کودکی می اندیشم که در محله‌ای فقیر زندگی کرد. همین محله و آن خانه که 2 طبقه داشت. راه پله هایش هیچ وقت روشن نبود. کودک اکنون نیز پس از سالها می توانست حتی در تاریکی شب آنجا برود.
می‌داند که پله‌ها را به شتاب بالا خواهد رفت و یک بار هم نخواهد لغزید. آثار آن خانه در تمام بدنش باقی بود. پاهایش اندازه دقیق ارتفاع پله‌ها را در یاد داشت. دستش از وحشت غریزی هرگز به نرده‌های پلکان نخورده بود، چون از سوسک‌ها می‌ترسید. کارگرها شب‌های تابستان روی ایوان‌ها می‌روند. خانه آنها تنها یک پنجره داشت. این بود که چند صندلی جلوی در خانه می‌آوردند و شبچره را آنجا می‌خوردند. کوچه‌ای بود با بستنی فروشی‌هایی در این سو و قهوه‌خانه‌هایی در آن سو و صدای بچه‌ها که از این در به آن در می‌دویدند. اما بر فراز اینها همه آسمان بود که از میان درختان فیکوس دیده می‌شد. در فقر تنهایی است، اما نوعی تنهایی که به هر چیز بهای واقعی آن را می‌دهد. دارایی به یک درجه‌ای که رسید، آسمان و شب پر ستاره نیز دارایی‌های طبیعی به نظر می‌آیند. اما با ثروتی اندک، آسمان معنای درست خود را باز می‌یابد. نعمتی بی‌بها. شب‌های تابستان رازی است که ستارگان در آن چشمک می‌زنند. پشت سر کودک راهرویی بود بدبو و صندلی او که گود افتاده بود. وقتی رویش می‌نشست کمی فرو می‌رفت، اما چشمان خود را که بالا می‌برد شب ناب را می‌نوشید. گهگاه قطار برقی شهر به شتاب می‌گذشت. سرانجام مستی در کنج کوچه‌ای آواز می‌خواند، اما سکوت شب را نمی‌شکست. مادر کودک همیشه ساکت بود. گاه چیزی از او می‌پرسیدند به چه فکر می‌کنی؟ و او پاسخ می‌داد به هیچ چیز. راست می‌گفت. هر چه می‌خواست همانجا بود. پس به هیچ چیز نمی‌اندیشید. زندگانیش، منافعش و فرزندانش همه آنجا بودند و حضورشان چنان طبیعی بود که حتی حس نمی‌شد. او علیل بود. به دشواری فکر می‌کرد. مادر جدی و سختگیری داشت که همه چیز را فدای عزت نفس شکاک غریزیش می‌کرد و مدت‌های بسیار ذهن ناتوان دختر خود را زیر سلطه داشت. دختر که پس از ازدواج از قیمومت او خارج شده بود، هنگامی که شوهرش درگذشت، رام و سر به زیر به خانه پدری بازگشت. شوهرش به قول معروف در میدان افتخار جان سپرد. صلیب جنگی و مدال‌های نظامی او را که در قاب طلایی و در جای مناسب گذاشته بودند همه می‌دیدند. از بیمارستان یک تکه کوچک خمپاره‌ای را که در بدنش یافته بودند برای بیوه‌زن فرستادند. بیوه‌زن آن را نگه داشته است. اکنون دیگر مدت هاست که قصه نمی‌خورد. شوهرش را فراموش کرده، اما هنوز از پدر بچه‌ها حرف می‌زند. برای بزرگ کردن بچه‌ها کار می‌کند و پولهایش را به مادر خود می‌دهد. مادرش بچه‌ها را با شلاق تربیت می‌کند. گاهی که خیلی محکم می‌زند دخترش می‌گوید روی سرش را نزن. آخر آنها بچه‌هایش هستند و خیلی دوستشان دارد. همه آنها را به یک اندازه دوست دارد. عشقی که هرگز برای بچه آشکار نشده است. گهگاه چون شب‌هایی که یادش مانده وقتی از کار خسته کنندش به خانه باز می‌گردد، در خانه‌ها کار می‌کند. می‌بیند که در خانه کسی نیست. پیرزن برای خرید بیرون رفته. بچه‌ها هنوز در مدرسه‌اند. چون ماتمه روی صندلی می‌نشیند و با نگاهی مبهم یکی از شیارهای کف‌پوش چوبی اتاق را دنبال می‌کند. پیرامون او شب که سکوت آن ماتمی گریز ناپذیر است همه جا را فرا می‌گیرد. اگر در این هنگام فرزندش وارد شود و آن شبح تکیده با شانه‌های استخوانی را ببیند خشکش می‌زند. وحشت می‌کند. او کم کم دارد به چیزهایی پی می‌برد. تازه به وجود خیش پی برده است، اما دلش نمی‌خواهد در برابر آن سکوت حیوانی گریه کند. برای مادرش احساس ترحم دارد. این احساس آیا احساس دوست داشتن است؟ مادرش هرگز او را نوازش نکرده، چون نمی‌توانسته از چنین کند. بچه دقایقی دراز او را نگاه می‌کند، چون احساس بیگانگی به او دست می‌دهد. متوجه ناراحتی خود می‌شود. مادر صدای او را نمی‌شنود، چون ناشنوا است. همکنون پیرزن وارد خواهد شد و زندگی از سر گرفته می‌شود. دایره روشنی نور چراغ نفتی، پرده نقاشی روی دیوار، فریادها و حرفهای زشت. اما اکنون با این سکوت زمان از حرکت باز مانده است. این لحظه پایان ندارد. بچه چنین احساس مبهمی دارد و میپندارد که در خروش و درونش عشق مادر را حس میکند و باید چنین باشد. بالاخره او مادرش است. مادر به هیچ چیز فکر نمی کند. بیرون روشنی ها و صداهاست.
و اینجا سکوت شب فرزند بزرگ می شود. آموزش می بیند، بزرگش می کنند و انتظار قدردانی از او دارند. گویی از رنجی نجاتش دادند. مادر همیشه ساکت خواهد بود. او با درد و رنج رشد خواهد کرد. مرد بودن مهم است. مادر بزرگش خواهد مرد و مادرش و خودش نیز خواهند مرد. مادر از جا پرید، ترسیده بود. تماشای او در این وضع حالت ابلهانه‌ای به فرزند میداد. بهتر است برود تکالیف درسی خود را انجام دهد. حالا فرزند تکلیف‌هایش را انجام داده است. امروز به یک قهوه‌خانه کثیف و محقر آمده و دیگر مرد شده است. مگر همین مهم نیست؟ باید گفت نه، زیرا انجام تکالیف و قبول مرد بودن تنها به پیری می انجامد و بس. مرد عرب همچنان در گوشه چنباتمه زده و با دست پای خود را گرفته است. از ایوان بوی قهوه می آید که با وراجی های پرهیجان جوانها همراه است. کشتی یدککش باز همان نوای بم و خشن را سر می دهد. جهان مانند هر روز در اینجا به پایان می رسد. اکنون دیگر از تمام آن تب و تاب‌های فراوان چیزی جز وعده آرامش باقی نمی‌ماند. بی‌تفاوتی این مادر شگرف که از چشم من فقط تنهایی پردامنی جهان همسان آن است. یک شب پسرش را که دیگر بزرگ شده بود نزد او خواندند. او به علت ترس سکته مغزی شدیدی کرده بود. عادت داشت آخرهای روز را در ایوان بگذراند. روی یک صندلی می‌نشست و لب‌هایش را به آهن سرد و کثیف نرده ایوان می‌چسباند. آنگاه رفت و آمد مردم را تماشا می‌کرد. پشت سرش اندک اندک شب انبوه می‌شد. روبرویش دکان‌ها با هم روشن می‌شدند. کوچه پر از نور و جمعیت می‌شد. او در عالم مکاشفه‌ای بی هدف بود. در آن شب ناگهان مردی پشت سرش پدیدار شد. او را کشید، به او حمله کرد و سپس چون سر و صدای شنید گریخت. او هیچ ندید و بیهوش شد. خواب بود که پسرش آمد. به سفارش پزشک تصمیم گرفت شب نزد او بماند. کنارش روی همان تخت زیر همان روانداز دراز کشید. تابستان بود. ترسان فاجعه در فضای این اتاق بسیار گرم پراکنده بود. گام‌های اشخاص صدای آرام میداد و درها قژ و قژ می‌کرد. در آن هوای سنگین بوی سرکه‌ای که بیمار را با آن به هوش آورده بودند موج می‌زد. او در خواب تکان تکان می‌خورد، می‌نالید و گاه ناگهان از جا می‌پرید. با این کار چرت کوتاه فرزندش را می‌برید و فرزند که از پیش خبردار شده بود خیس عرق از جا می‌جست که انعکاس شعله برخاسته از کنده‌ای که می‌سوخت 3 بار پیاپی روی آن می‌رقصیدند. باز تمام سنگینیش همانجا می‌افتاد. بعدها فهمید که آن شب آنها چقدر تنها بودند، تنها در برابر همه. هنگامی که دور از تب می‌سوختند دیگران خواب بودند و همه چیز در آن خانه قدیمی توخالی می‌نمود. قطارهای برقی نیمه شب دور می‌شدند و تمام امیدهایی را که به آدمیان داریم و تمام اطمینان‌هایی را که صدای شبانگاهی به انسان می‌دهد با خود می‌برند. هنوز عبور آنها در خانه بازتاب داشت، اما به تدریج همه جا ساکت و خاموش می‌شد. تنها باغ بزرگی از سکوت می‌ماند که گهگاه ناله‌های ترسان بیمار در آن بالا می‌گرفت. فرزند هرگز خود را چنین آشفته ندیده بود. جهان و به همراهش این توهم که زندگی هر روز از نو آغاز می‌شود محو شد. دیگر هیچ چیز وجود نداشت، نه اولویت رستوران‌هایی با رنگ‌های مورد پسندی جز بیماری و مرگ. او خود را غرق در آن می‌دید. دیگر هیچ چیز وجود نداشت و با وجود این در همان زمان که جهان فرو می‌ریخت او زندگی می‌کرد و حتی سرانجام خوابش برد. اما چهره یأس‌انگیز و لطیف تنهایی آن دوران نیز با خود برد. خیلی پس از آن بوی سرکه آمیخته به عرق بدن و لحظه احساس رشته‌هایی که او را به مادرش می‌پیوست به یاد می‌آورد. مهربانی شدید مادر چنان او را در بر می‌گرفت که گویی مادر خود همان مهربانی است. مهربانی جسمانیت می‌یافت و بیان که گمان ترفندی به میان آید نقش پیرزن بینوایی را با سرگذشتی هیجان انگیز بازی می‌کرد و نوای دلنواز تنبورکی به گوش می‌رسد که صدای خندان زنی را روی آن می‌نشیند. روشنی‌های خلیج پیش می‌آیند، به یقین قایق‌های صیادی‌اند که به بندر باز می‌گردند.
در سه گوشه ای از آسمان که من از جای خود میبینم دیگر اثری از ابرهای روز باقی نیست. آسمان پر از ستاره است. نسیمی پاک به آرامی هوا را میلرزاند و بالهای بی صدای شب در پیرامون من آهسته میزند. این شب که دیگر من با آن تعلق ندارم تا به کجا میکشد. در واژه سادگی فضیلتی خطرناک نهفته است و من امشب میفهمم که انسان میتواند خواهان مرگ باشد، زیرا زندگی را که شفاف دیدی دیگر هیچ چیز برایت مهم نخواهد بود. انسان رنج میکشد و تحمل بدبختی روی بدبختی میکند، تحمل میکند و سرگذشت خیش را میپیماید. مردم ارجش مینهند و سپس شبی دیگر هیچ به دوستی بر میخورد و خودکشی میکند. میگویند علت این خودکشی اندوهای شخصی و سوگ نهانی او بوده است. اما نه، اگر باید الزاما این کار علتی داشته باشد، من میگویم علت آن سخنهای بی‌پروای آن دوست بوده است. بدین سان هر بار به نظرم آمده که معنای عمیق جهان را دریافتم، در واقع سادگی آن مرا برآشفته است. آن شب مادرم و بی‌تفاوتی شگرف او بار دیگر در خانه ای از حومه شهر تنها با 1 سگ و 2 گربه و بچه‌های گربه‌ها که همه سیاه بودند زندگی می‌کردم. ماده گربه نمی‌توانست به بچه‌هایش غذا برساند. بچه‌ها یکی یکی می‌مردند. اتاقشان را پر از کثافت می‌کردند و من هر شب به خانه که می‌آمدم می‌دیدم یکی از بچه گربه‌ها خشک شده و لب‌هایش آویزان مانده است. یک شب دیدم که مادر نیمی از بچه آخر خود را خورده و بچه بو گرفته است. بوی مرده با بوی ادرار در هم آمیخته بود. من در میان این سیاه روزی نشستم. دستم در زباله‌ها می‌گردید و آن بوی گندیدگی را تنفس می‌کردم. مدت‌ها برق دیوانه‌وار شب چنین بود. درماندگی به درجه‌ای که رسید دیگر هیچ چیز به همه چیز نمی‌انجامد. چنان می‌نماید که امید و ناامیدی هیچ یک پایه‌ای ندارند و تمام زندگی در یک تصویر خلاصه می‌شود. اما چرا تأمل کنیم؟ مطلب ساده است. به نور فانوس‌های دریایی که یکی سبز و یکی سرخ و یکی سفید است، با خنک‌های شبانگاه و بوی شهر و بینوایی کاملی که مرا هم در خود گرفته، همه چیز ساده است. اگر امشب تصویری از کودکی را به یاد می‌آورم، چرا درس عشق و فقر را که می‌توان از آن فرا گرفت نیاموزم؟ چون این لحظه در حکم فاصله‌ای است بین آری و نه. آری، شفافی و سادگی بهشت‌های از دست رفته را تنها باید از یک تصویر دریافت. و چنین است که چندی پیش پسری به دیدار مادرش در خانه قدیمی از محله قدیمی می رود. آن دو ساکت روبروی یکدیگر می نشینند، اما نگاه‌هایشان با هم تلاقی می کند. خب مادر، خب پسرم، حوصله‌ات سر می رود، من خیلی کم حرفم. اوه، تو هیچ وقت پرحرف نبودی. و لبخندی بیان که لبها به جنبت روی چهرش نقش می‌بندد. راست است، او هیچ وقت با مادر حرف نمی‌زد، اما واقعا چه نیازی به حرف زدن است؟ با سکوت همه چیز گفته می‌شود. او پسرش است و این هم مادر اوست. مادر می‌تواند به او بگوید خودت که می‌دانی. مادر روی زمین جلوی یک ایوان نشسته، پاهای خود را جفت کرده و دستهایش را روی زانوها به یکدیگر پیوسته است و او روی صندلی نشسته و با ناراحتی مادر را نگاه می‌کند و پشت هم سیگار می‌کشد. سکوت. نباید سیگار بکشی. درست است. بوی محله از پنجره به درون اتاق می‌آید. صدای آکوردئون کافی مجاور، رفت و آمد شتاب زده اتومبیل‌ها به هنگام شب، بوی کباب که لای لقمه‌های نان نرم می‌گذارند و می‌خورند و کودکی که در کوچه گریه می‌کند. مادر برمیخیزد و یک بافتی به دست می‌گیرد. انگشت‌ها بی‌حسی دارد که بیماری آرتروز آنها را از شکل انداخته است. آهسته کار می‌کند. یک حلقه را 3 بار از سر می‌گیرد. با یک ردیف را به کلی می‌شکافد که صدای فرفری می‌دهد. یک نیمتنه کوتاه است. با یقه سفید می‌پوشم. آن وقت با همین روپوش سیاهی که دارم روی هم می شود یک دست لباس فصل برای من برمیخیزد که چراغ را روشن کند. حالا دیگر زود شب می شود. درست بود، دیگر تابستان نبود، اما هنوز پاییز هم نشده بود. در آن هوای لطیف چلچله ها چهچه می زدند. زود می آیی؟
هنوز که من نرفتم. چرا این حرف را میزنی؟ هیچی، میخواستم حرفی زده باشم. یک قطار برقی میگذرد و یک اتومبیل. راست است که من به پدرم شباهت دارم. اوه، پدرت عین تو بود. تو او را ندیدی. 6 ماهت بود که مرد. اما اگر یک سبیل کوچک میگذاشتی، از پدر او بی اظهار نظری، بی خاطره، بی هیجانی سخن میگفت. او هم بیشک مردی بود مثل همه مردها، البته خودش با کمال میل به جنگ رفته بود. در مرن سرش شکافت. 1 هفته نابینا در حال احضار بود. نامش را روی بنای یادبود مردگان دهکده ثبت کردند. مادر گفت در واقع اینجوری بهتر شد. بلا یا کرد برمیگشت یا دیوان آن وقت بیچاره. و چه چیزها او را در این اتاق پایبند کرده بود، جز این عقیده که هر چیزی همیشه همانطور که هست بهتر است و این احساس که سادگی‌های پوچ جهان همه در این اتاق گرد آمده. مادر گفت باز هم میایی؟ میدانم کار داری، منتها گاه و گاهی. من اما در این ساعت کجایم و چگونه میتوانم این قهوه خانه برهوت را از آن اتاق جدا کنم؟ دیگر نمیدانم که آیا زندگی میکنم یا فقط به خاطر میآورم. نور فانوس‌های دریایی هنوز پیداست و ناگهان مرد عرب در برابرم سبز می شود و می گوید که می خواهد ببندد. باید بروم، دیگر نمیخوام از آن سراشیب خطرناک پایین بروم. واقعیت آن است که برای آخرین بار آن خلیج و روشنایی‌هایش را می بینم. واقعیت آن است که دیگر آنچه در پیش دارم امید روز بهتری نیست، بلکه بی‌تفاوتی ساده و آرامشی است در برابر همه چیز از جمله خودم. اما باید این دو بسیار سهل و هموار را در هم شکست و من برای این کار نیاز به روشنبینی دارم. آری، همه چیز ساده است، انسان آنها را پیچیده می کند. باشد که درباره ما چون محکوم به مرگی نگویند دین خود را به جامعه ادا می کند، بلکه بگویند گردنش را می زنند. ظاهرا مهم نیست، اما فرق کوچکی دارد. وانگهی بعضی ها ترجیح می دهند که به سرنوشت خود رو در رو نگاه کنند.